سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. من اسلام هستم. بعدم با یه دونه ویدیو جدید. تو این ویدیو قراره بهتون آموزش ساخت فارم آهن رو بدم. و دوستان ممنون میشم که اگه تا الان چنل منو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید و ویدیو رو لایک کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد خیلی بهم کمک میکنه، دمتون گرم. یه کامنت ریزم بذارید. خیلی خوب، بریم سراغ ویدیو. خب اول از همه شما باید حواستون باشه که اگر در ویلیجی هستید نرید مثلا داخل ویلیج فارم آهن رو بسازید. خب باید مثلا چند بلاک دورتر بسازید. مثلا ما بریم کجا مثلا میریم اونجا مثلا بسازیم. یعنی مثلا 100 بلاک یا 100 مثلا 30 بلاک باید فاصله داشته باشید. ما مثلا میایم فارممون رو اونجا هم کنیم که ویلیجه، حالا اندازهشون یکی دیگه، میایم اینجا میسازیم. خب فارممون رو اینجا میسازیم. بعد وسیله که احتیاج دارید هم ایناست: هاپر، چست، استون، بد، تورچ، اسپان ویلیجر، دیگه این میز کاره اسمشو نمیدونم، اینم واتر باکت، اینم لاوا باکت و از این میزا میگم میز تابلو. خب شما اول باید بیاید یه 5x5 بزنید اینطوری 1 2 3 4 5. خب 5 تا اینطوری شد دیگه. بعد بیاید یه 5 دیگه هم بکنید. بعد اینم باید بلوک حساب کنید تا اینو، یعنی 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 1 2 3 اینجا میکنید. خب بعد باید 8 تا برید پایین. 1 2 3 4 5 6 7 8. خب 8 اینطوری میرید پایین و اینجا رو باید بکنید. خب به این صورت اینجا رو اینطوری میکنید. بعد میاد پایین ببینید اینجا خب بد میذارید. نه ببخشید اشتباه، اینجا باید اینجا رو پر کنید دلایه اینطوری. بعد میاد روشون رو بد میذارید. خودمون رو این اسپان کردم. اینجا ما 10 تا داریم دیگه، به درسته. میریم پایین، زیرشون رو خالی میکنیم. بعد اینجا رو دوباره پر میکنیم، زیرشون رو بد میذاریم. خب 15 تا بد، 20 تا بد میشه اینجا. خب میاد این رو پر میکنید اینجا رو بین دوتا بدا، یعنی کلا دوتا ردیف بد. بعد قشنگ روش رو باید پر کنید. خب بعد که پر کردیم میاد این وسط، قشنگ وسط اینا یه تورچ میذارید که ماب اسپان نشه. بعد میاد اینجا رو 5 تا میکنید، اینجا هم اینطور بروش رو 5 تا میکنید. 10 نه ببخشید میگم 5 تا 5 تا پایین یه دونه بالا 6، این 5 تا پایین یه دونه بالا 12، اینجا هم 16 تا، یه دونه بالا 3 تا پایین 16. اینجا هم اینطوری میکنید 20 و اینا رو پر میکنید. میز کار میذارید بشون. خب
بعد که این کارو کردید میاد ویلیجر میزه اسپام میکن. یعنی شما اگه تو سروایور، شما چون تو سروایور میخواید انجام بدین، دارین ویدیو میبینید دیگه، شما باید ویلیجراتون رو مثلا ببین 2 تا ویلیجر اسپام میکنید، بعد به اینا نون میدین. نون بدین خودشون بچه دار میشن. مثلا بهشون باید 2 تا 64 تا نون بدید، بچه دار میشن براتون. توی سروایوال اینطوریه، اما من چون تو کریتیو هم اسپام میکنم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 حالا من اینو میکشم چون بیبی زامبی بزرگ میشه. 16 17 18 20 میشن. ولی حواستون باشه اگر از اون ویلیجرایی بودن که لباس سبز تنشونه، یعنی کلا بیکارن، اونا رو بکشید، چون باید همشون این شکلی باشه. بعد روشون رو پر میکنید. اینجا هم گربه اسپان شد. حالا من خدا گناه هم داشت کشتمش. اینجا رو 3 تا میکنید. خب هاپرتون رو برمیدارید، هاپر رو برمیدارید اینطوری. بعد چیکار میکنید؟ من اینجا نباید اینطوری میکردم. باید بیایید اینجا. حالا من اینجا رو باز میکنید قشنگ اینطوری. بعد میاد اینجا چست میذارید، اینو احتیاج داریم. میاد اینجا چست میذارید. خب وقتی که چستتون رو گذاشتید میاد این طرف، اینجا رو اینطوریش میکنید. بعد اینجا لاوا میذارید. خب بعد که اینجا لاوا گذاشتید اینجا واتر باکت میذارید. حالا اینا من بازی روز کنم. خب اینا اولین آیرنگلینتون رو اسپام کردن و ببینید مثلا که اون میمیره اون میکن اسپام میکنن. من اینجا حالا یه اشتباهی کردم، اینو چیز کردم اشتباهی یه کاری اشتباه کردم، این نچسته کنید خاطر همین میاد این شد. بگنه باید بره توی چسته. من اینجا 15 تا الان ما آیرون داریم. حالا اینم اسکان شد دوباره، همین دکاندین داره درست و قشنگ کار میکنه بدون هیچ مشکلی. و کلا فرمت به درد بخوری. منم تو همه مپام این فرما هنوز ساختم. خب
خیلی خوب دوستان، ممنونم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگر از ویدیو خوشتون اومد همین الان ویدیو رو لایک کنید و چنل من رو سابسکرایب کنید، خیلی بهم کمک میکنه. یه کامنت کوچولو هم بزنید. دمتون گرم، خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی.